همین است که شاعر حافظ میگوید از تقاضای زمان و گردشی چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. زمان شد میگد، یک زمان برپا شد که همون آدمایی که طبیعت خیرسانه داشتند یا طبیعت خوک مانند داشتند، اونها را ما به حیث امکی و به حیث تقه استفاده میکردیم. چیکار کنیم؟ زمان شد که اونها را ما تقه میگفتیم و امک میگفتیم، در حالتی که اونها از خوگم از خیرسم دیده پستر بودند. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. زردار اگر چی نادان گویند عاقل است، بیزر اگر چی دانا مثلش بخر کنند. زردار اگر بمیرد خیشان غیر گیریند، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کنند. زردار را به مجلس جای دهند بسر، بیزر اگر بیاید جا تنگ تر کنند. اگر یک آدم زردار نوابسته وی دین دارد، وی نماز دارد، وی خدا دارد ندارد، برای ما و شما اینوش هیچ اهمیت ندارد. مگر زردار است، مگر منصبدار است، مگر آبرودار است، وقتی در خاندان حاضر می شود همه ما و شما به سر می خیزیم، ما و شما خوش و انسان قبول می کنیم. لیکن یک انسانی که نماز می خواند، مسلمان است، انسانی که به خدا نزدیک است، نماز شب هم دارد، لیکن پول که ندارد، مال که ندارد، در نزد ما و شما قدر قیمتی ندارد. این چی شور است در این دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر می بینم. مردمان روز بهی می طلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر می بینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، خود دانا همه از خون جگر می بینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر می بینم. طوق زرین زیب اسب داشت، این منصب و این پیشوایی زیب آدم خواندگی و زیب آدم دانا داشت، لیکن این طوق زرین در گردن خر پرتافتند. حالان که برای خر همون جیل، همون پالانی که ذکر کرد، همون جیل کونه مناسب بود، نه این طوق زرین. دختران را همه جنگ است و جدال با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر می بینم. پند حافظ شنو ای خواجه، برو نیکی کن که من این پند به از گنج و گوهر می بینم. ندانستیم قدر امتی را، ندانستیم قدر امتی را، نکردیم پیروی سنتی را. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. قطار امتان خواند چه خوب است، قطار امتان خواند چه خوب است، وگرنه مشکل اهل ذنوب است. اگر در حشر گرداند ز تو روی، ندارد سود آنجا صد کنی موی. ز صدق دل به احمد پیروی کن، حضرت مولوی میگوید ز صدق دل به احمد پیروی کن، مشو نوگی زبانی امتی کن. اگر امت میشوی، اگر مسلمان میشوی، صدقا مسلمان شو، زیرا خدای تو میگوید و من کفر فإن الله غنی حمید. ای بندگان من، ای مخلوقان من، اگر همگی همین 6.5 میلیارد آدمی که در روی دنیا هستین همه کافر کشین، من باک ندارم، من بای هستم. من همه شما را سرنگون در دوزخم جا میکنم اگر همه که کافر شین. برای خداوند کافر شدن شما، مسلمان شدن شما هیچ باکی نداره. شما هر چی میکنین برای جان خودتان میکنین. امروز هر عادت دارین، هر معرکه‌ای که در خانه دارین، طبق دستورات قرآن کنین.